باورتان میشه فقط چند هفته مانده به جام جهانی 2026 دنیای فوتبال داره منفجر میشه. امروز ورق کاملا برگشت. محمد صلاح بالاخره تصمیم نهاییش را برای جدایی از لیورپول گرفت. توماس توخل با خط زدن ستاره‌های بزرگ در انگلیس جنگ جهانی را انداخته و مایکل کریک در منچستر یونایتد اولین بمب 43 میلیون پوندی خودش را منفجر کرد. پپ گواردیولا هم بار سفرش را بسته و رئال مادرید دندان تیز کرده برای شکار بزرگترین ستاره منچستر سیتی. در این ویدیو داغ‌ترین خبرهای امروز را که نباید از دست بدی برات جمع کردم. همین الان دکمه سابسکرایب را بزن که بریم سراغ بمب اول از همه بریم سراغ شیاطین سرخ. منچستر یونایتد با رقم 43 میلیون پوند انجام شده. کریک میخواهد خط هافبک کرده که محمد صلاح قطعا در پایان این فصل لیورپول را ترک میکنه. 9 سال درخشش تمام شد. حالا همه دارن میپرسن مقصد بعدی کجاست؟ لالیگا یا دلارهای بی‌پایان عربستان؟ شما برایم در کامنت بنویسید دوست دارید صلاح را در کدام پیراهن و در چه تیمی ببینید. روزنامه مارکا امروز یک تتر جنجالی زد و مدعی شد رودری هافبک دفاعی بجانشین سیتی به خاطر رفتن پپ ساز جدایی کوک کرده و به شدت مشتاق انتقال به رئال مادرید است. اگر این اتفاق بیفته موازنه قدرت در اروپا کاملا جابجا خواهد شد. حالا بریم سراغ بخش دیوانه کننده ماجرا، جایی که تب جام جهانی 2026 همین اول کار همه را سوزانده. لیست 26 نفره تیم ملی انگلیس توسط توماس توخل اعلام شد و باورتون نمیشه این سرمربی آلمانی یک لودور برداشته و تمام ستاره های محبوب لیگ برتر را زنده به گور کرده. رسانه های اسکای اسپورت و اتلتیک دارن این لیست را شبیه ترین لیست به سال 1998 و یکی از شوکه کننده ترین خط خوردگی های تاریخ فوتبال معرفی میکنند. نفر اول این لیست سیاه کسی نیست جز کول پالمر، اعجوبه چلسی که همه فکر میکردند ستاره فکس جام جهانی است، به خاطر یک فصل پرنوسان کلاً خانه‌نشین شد. اما فاجعه بزرگتر فیل، فوق ستاره منچستر سیتی هم توسط توخل خط خورد. بله درست شنیدید، توخل دو تا از خلاق‌ترین هافبک های هجومی دنیا را با خودش به آمریکا نمیبرد. زلزله بعدی در خط دفاعی است. هری مگوایر صخره با تجربه سه شیرها هم جای تو این لیست نداره. مگوایر بلافاصله بعد از این خبر یک پست اینستاگرامی تلخ گذاشت و نوشت من کاملا شوکه و ویران شدم. مطمئن بودم بعد از فصلی که داشتم میتوانم مهره کلیدی کشورم باشم. حتی مادر مگوایر هم در فضای مجازی به این تصمیم اعتراض کرد و گفت از این بیرحمی توخل متنفر است. اما این پایان کار نیست. ترنت الکساندر آرنولد ستاره خلاق ریال مادرید و لوک شاو که یک فصل رویایی و بدون مصدومیت را پشت سر گذاشته بود هم جفتشان از قطار جام جهانی پیاده شدند. توخل به جای این همه ستاره رفته سراغ بازیکن‌های مثل دان برن و دیجت اسپنس. کارشناس‌ها میگویند توخل سیستم و دویندگی را به استعداد محض ترجیح داده و خودش را در موقعیت خطرناکی گذاشته، چون اگر انگلیس قهرمان نشه رسانه ها پستش را میکنند. اما از اردوی ژرمن ها هم بشنوید، جایی که جولیان ناگلزمن با یک تصمیم عجیب همه را انگشت به دهان گذاشت. مانوئل نویر 40 ساله 2 سال بعد از خداحافظی رسمی از بازی های ملی دوباره به لیست آلمان برگشت تا در 40 سالگی گلر فکس تیم در جام جهانی باشد. یعنی تپش قلب تراشریگن رو همین الان میشه حس کرد. از اون طرف کارلو آنجلوتی هم نیمار 34 ساله را بعد از 18 ماه مصدومیت به برزیل برگرداند و رونالدو هم آماده است تا 6مین جام جهانی زندگیش را تجربه کنند. فقط چند روز تا فینال بزرگ لیگ قهرمانان اروپا در 30 می بین پاریس سن ژرمن و آرسنال مانده. خبر داغ برای پاریسی ها اینه که عثمان دمبله برنده توپ طلا مصدومیتش را پشت سر گذاشته و چراغ سبز نشان داده که 100% به این بازی حیاتی میرسه. توپچی های لندن که تازه قهرمان لیگ برتر شدن کار سخت مقابل این دمبله آماده دارن. دنیای فوتبال هیچ وقت اینقدر دیوانه کننده نبوده. به نظر شما برنده فینال CL امسال آرسنال است یا PSG؟ و اینکه آیا توخل با خط زدن فودین و پالمر بزرگترین اشتباه زندگیش را کرده یا نه؟ حتما نظرتان را برایم کامنت کنید. اگر از این ویدیو خوشتان آمد لایک را کوبنده بزنید و کانال را سابسکرایب کنید، چون هر روز با همین سرعت داغ‌ترین خبرها را برایتان می آورم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.